مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار 12. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت عزراییل رفت آره بری. آن زرگر در خیالاتش فرمانروایی و عزت و سالاری می پروراند، در حالی که عزراییل به زبان حال و با تحقیر می گفت بشتاب به سوی حرص و آز که به آرزوهای خیال انگیزت خواهی رسید. چون رسید از راه آن مردی غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. همین که آن مرد غریب یعنی زرگر به شهر شاه رسید، آن حکیم الهی وی را به بارگاه شاه برد. سوی شاهنشاه بردندش بناز، تا بسوزد بر سری شمعی تراز. تراز یعنی تیراز است. شهری بوده است تقریبا در 80 میلی سیرام به سوی شمال شرقی. مردم آن از زن و مرد به خوبرویی ضرب المثل بودند. مرد زرگر را با عزت و احترام نزد شاه بردند تا آن مرد پروانه‌وار بر بالای سر آن شمع بسوزد. نیکلسون میگوید که شمع به زنی بلند بالا، زیباروی و خندان اشارت دارد. شاه دید او را بس تعظیم کرد، مخزنی زر را بدو تسلیم کرد. شاه زرگر را دید و خیلی تعظیمش کرد و گنجینه طلا را در اختیار او گذاشت. پس حکیمش گفت ای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بیده. آن حکیم الهی به شاه گفت ای سلطان بزرگ و عالی قدر، این کنیزک را به این خواجه بیده. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. تا کنیزک به وصال او برسد و برکت این وصال بهبود بیابد و آب وصال زرگر آتش و حرارت عشق او را تسکین دهد. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. شاه آن کنیزک زیباروی را به زرگر داد و آن 2 نفر را که همنشینی و وصال یک دیگر را طلب می کردند به وصال هم رسانید. مدت 6 ماه می راندند کام، تا به صحت آمدان دختر تمام. آن 2 نفر کنیزک و زرگر مدت 6 ماه با یکدیگر کامرانی می کردند تا آنکه کنیزک کاملا سلامتی خود را باز یافت. بعد از آن از بهر او شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر می گداخت. پس از سپری شدن 6 ماه حکیم الهی شربت ساخت و به زرگر داد. زرگر شربت را خورد و در حضور کنیزک حالش دگرگون شد و رو به رنجوری نهاد. نیکلسون به تأویل بیت فوق معتقد است که شربتی که طبیب الهی به زرگر داد در واقع مرحله تدریجی ریاضت دادن به نفس اماره است و بدین وسیله نفس از علاقه های شهوانی می رهد. چون ز رنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. هنگامی که زیبایی و تراوت زرگر بر اثر بیماری از میان رفت، جان کنیزک از درد و رنج و فراق و جدایی او رها شد. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. همین که زرگر آن شربت را خورد، رنجور و زشت شد و رنگ رخسارش زرد شد و اندک اندک علاقه قلبی کنیزک نسبت به دو سرد و خموش گشت. عشقهای کسپی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشقهایی که تنها به خاطر آب و رنگ و جمال ظاهری باشد در واقع عشق نیست، بلکه ننگ و عار پدید می آورد. مولانا در جای مثنوی این حقیقت را بازگو می کند که ارزش و اصالت هر عشق بستگی تام و تمام به ارزش و اصالت معشوق دارد و اگر عشق و حب آدمی به موضوع کاذب و ناپایدار تعلق گیرد، نمی توان لفظ عشق را بر آن نهاد، بلکه آن را هوس و هوی می زیبد. کاش کن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر بیان بد داوری. این بیت را به 3 وجه می توان معنی کرد.
اگر ضمیر آن در مصری اول به زرگر بازگردد، معنی بیت چنین است: کاش که آن زرگر هم سر تا پا عیب و ننگ می بود و اصلا ذره حسن و جمال نداشت تا این وضع و حال ناگوار و قضای بد گریبانش نمی گرفت. اما وجود دوم در صورتی است که ضمیر آن در مصری اول به عشقهای رنگی بازگردد. ای کاش عشقهای رنگی و هوسناکانه نزد مردم چنان مضمون و ننگین جلوه میکرد که کسی بدان تعلق خاطر نمی یافت. در نتیجه آن زرگر و امثال او که معشوق واقعی شدند دوچار سرنوشت ناگوار نمی شد. وجه سوم را استاد فروزانفر چنین توضیح داده است: و موجب این حکایت عشق کنیزک زوال پذیرفت و او نصیب دیگر کس شد و معشوق او به قتل رسید و از این رو عشق او با ننگ یعنی ظهور هوس و قضای بد توأم بود. ولی شارحان مصنوی این بیت را درباره زرگر فرض کرده و بناچار تفسیرهای ناموجه کرده‌اند. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. از چشم آن زرگر خون مانند جوی روان شد و خون گریست و روی زیبایی او دشمن جانش شد. خلاصه حسن و تراوت زرگر سبب هلاکتش شد. دشمن طاووس آمد پر او، ای بس شهراب بکشته فر او. پر طاووس دشمن جان طاووس است و چه بسیارن شاهانه که شکوه و شفقتشان آنان را هلاک کرده است، یعنی محصول حاسدان قرار گرفتند و در نتیجه قربانی حسود ورزی ها شده اند. گفت من آن آهویم که از ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من. زرگر در آن هنگام که می مرد با زبان قال یا حال می گفت: من همچون آن آهوی هستم که شکارچی به خاطر نافه خوشبویم خون صافم بریخت. ای من آن روباه صحرا کز کمین، سر بریدندم برای پوستین. و نیز من مانند آن روباه صحرایی هستم که به خاطر پوست مرغوبش بر سر راهش کمین می کنند و سرش را می برند. ای من آن پیل که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. همچنین من مانند آن فیلی هستم که فیلبانان یعنی شکارچیان او را زخمی می کنند و خونش را می ریزند تا استخوان و آج گرانبهایش را به یغما برند. چند بیت اخیر این مطلب را بازگو کرد که فر و شفقت آدمیان آنان را محسود می سازد و در نتیجه تر معرضی هلاک واقع می شوند. از این رو سطر کمال و جلال لازم است. آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبد خون من. آن کس که مرا به خاطر زیبایی ظاهری یا مطامع پست و حقیر خود می کشد، آیا نمی داند که خون من نمی خوابد؟ یعنی تباه و ضایع نمی شود، بالاخره روز دامنگیری قاتل می گردد. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چنین ضایع کی است؟ امروز به زیان من سپری شد و فردا به زیان او خواهد بود. یعنی هر کس چاه برای دیگر می کند و روز خود بدان چاه خواهد افتاد و ضد العمل این کار خواهد دید. زیرا خونی مظلوم همچون من مگر ممکن است به هدر رود؟ گرچه دیوار افگند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. به عنوان مثال اگرچه دیوار سایه بلند بر زمین پنهان کند، ولی بالاخره آن سایه به سوی دیوار باز می گردد. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این جهان در بسل مانند کوه است و اعمال و نیت ما نیز مانند بانگ و فریاد است که در کوه تنین می افکند. بیگمان هر فریادی که در کوه بزنیم تنین آن دوباره به سوی ما باز می گردد. در چند بیت اخیر مسئله مهمی جواب عمل مطرح شده است. تمام کتاب آسمانی و مهمات کتاب اخلاقی بدین مطلب شرح شده است که آدمی رهین اعمال خود است. هر عملی که این انجام دهد نتیجه آن را می بیند. آیای قرآن کریم نیز
به کرامت بدین موضوع تأکید کردند. این موضوع از مسائل محوری مثنوی و مکتب مولاناست. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. زرگر همین که این سخنان را گفت زیر خاک رفت، یعنی دروازه زندگی را برای خود بست و کنیزک از عشق زرگر رها شد و دلش از حب او پاک گردید. این مطلب بازگو شده است که عشقهای رنگین و صورتی چون بر معشوقها رخ می‌دهد دوام ندارد. از این رو همراه با زوال آن معشوقها به زوال می رود. پس می باید که آدمی عشق خود را ارتفاع دهد و آن را به معشوق حقیقی و حی و لایموت متعلق سازد. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. زیرا که عشق به مردگان و معشوقهای غافل دوام ندارد، چرا که مردگان هرگز به سوی ما باز نخواهند گشت. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق زنده یعنی آن عشقی که بر معشوق حقیقی تعلق میگیرد، پیوسته در روح و دیده باطنی حتی از غنچه ها تازه تر است. زیرا معشوق حقیقی همراه زنده و پاینده است، پس عشق بدون نیز هرگز نمیرد، بلکه تازه و با تراوت ماند. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن کسی را انتخاب کن که زنده و جاویدان است و مدام تو را از شراب جان افزایی بقا و جاویدانگی سیراب می کند. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتن از عشق او کار و کیا. عشق آن کسی را برگزین که جميع انبیا از عشق او شکوه و شفقت و اقتدار یافتند. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. شنوندگان عزیز، در این جا مولانا با بیت دلنشین و اقناع به آن دسته از متکلمان پاسخ داده است که معتقدند محبت بنده به خدا قابل تصور نیست، زیرا اولا خداوند با مخلوقات ما مابینی تام دارد و چون همچنان مناسبت و عشق ورزیدن به خداوند خالق، پس محبت بنده به او هم قابل تصور نیست. ثانیاً محبت نوع اراده و خواهش است و اراده بنده به چیزی تعلق تواند گرفت که از اموری ممکنه باشد تا تصرف در آن متصور شود و چون خدای ازلی است مشمول اراده بنده حادث نگردد، زیرا تصرف حادثه ها در قدیم محال است. بنابراین متکلمان هر جا در قرآن کریم لفظی حب و مشتقاتش را دیدن، آن را به معنی تعظیم و یا اراده طاعت فرض کرده اند. ولی صوفیه برخلاف آنان معتقدند که جز خدا چیز دیگر شایسته عشق و محبت نیست و در جواب زیادی از متکلمان گویند که ما برخلاف شما معتقدیم که ارتباط و مناسبت میان حق و خلق موجود است. گذشته از این به نظر ما میان حق و خلق مباینت نیست، چرا که مذهب ما مذهب وحدت و یگانگی است، نه کثرت و دوگانگی. امام محمد غزالی نیز در این باب بحث مستفا دارد و در نهایت میگوید که عشق متوجه کمال است از هر نوع که باشد و چون کمال مطلق خاص ذات حق است، پس او از همه چیز به معشوقیت سزاوارتر است. مولانا این عقیده را که مبانیت کلی حق و خلوت ممکن نیست در بیت اخیر مطرح ساخته است، اما دلیل مولانا در رده ایده متکلمان بدین قرار است که خداوند کریم گویند بدین جهت که عطا و بخشش او معلل به علت و غرض نیست، پس بدین ترتیب هیچ کار برو دشوار نیابد.
و همواره را بر عاشق خود آن گرداند و طریق وصول به خود را نشان دهد، به وصال رساند. و اما معنی بیت، تو این حرف را نزن که ما اجازه ورود به بارگاه الهی را نداریم و نمی توانیم به شاه جهان هستی واصل شویم، زیرا با بزرگان بخشنده کارها مشکل نیست.